سلام و درود بیکران بر شما باد. Hello everybody. السلام علیکم ایها المشاهدین الکرام. بحث امروزمون یه خورده چالشیه و یه سوال ازتون دارم. سوالم اینه که تا حالا با خودت فکر کردی اگر من نباشم چه اتفاقی میفته؟ یا اگر تو نباشی چی میشه؟ امیدوارم که از دیدن این کلیپ لذت ببرید و حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. این سوال از بعضیا که میپرسی خب میگن که آقا یه یارانه بگیر کم میشه. یه نفر کمتر هوا رو استشمام میکنه، نفس میکشه، یا اینکه یه نونخور کمتر میشه، یا اینکه هیچ اتفاقی نمیفته. و بعضی هم اومدن این نبودن اون شخص رو در قالب شعر و ادبیش کردن به قول خودمون. بذار براتون بخونم. من نباشم کی تو رویا موهاتو ناز میکنه، کی با بالای شکسته با تو پرواز میکنه. راست بگو من که نباشم اخمای پیشونی تو، کی میاد دونه دونه با حوصله باز میکنه. شعر قشنگه، ولی سوال جدیه که اگر واقعا ما نباشیم، من نباشم تو نباشی، اتفاقی میفته. واقعا من توی خونه نباشم چه اتفاقی میفته؟ من سر کار نرم، توی محل کارم نباشم، واقعا چی میشه؟ من تو جمع فامیل نرم، ایام عید نوروز نرم دید و بازرسی، آیا اتفاقی میفته؟ بعضیامون واقعا نبودنمون بهتره. دیگه طرف اعصاب خوردی نداره، طرف دیگه لازم نیست با اون شخص کل کل کنه، دیگه از انرژی منفی دادن فلانی خسته شده و خدا میکنه که اصلا طرفو نبینه. حتما براتون مهمون اومده، مهمون نچسب، مهمون نرو، که اصلا حال نکنی باهاش، اصلا ارتباط روحی نتونی باهاش برقرار کنی. خدا میکنی که نیاد، نه اینکه سر سفرت بشینه بخوره غذا تو، نه، از باب این که اصلا حال نمیکنه باهاش، ارتباط روحی نمیتونی با طرف برقرار کنی. حالا مجبورم بشی که تحملش کنی، فقط میگه خدا این زودتر بره، شرشو کم کنه، نه به خاطر اون یه پرس غذا، به خاطر اینکه بودنش آزارت میده. هممونم از این تیپ آدما دور برمون هست. شاید ما برای خیلی اینطور باشیم، چه بسا خیلی برای ما اینطور باشن. به هر حال این تناسب اخلاقی خیلی میبینید دو نفر با هم نمیخورن. و برگردیم دوباره به چالشمون. اگر من و تو نباشیم آیا منظومه شمسی نمیچرخه؟ آیا خورشید طلوع نمیکنه؟ آیا شب نمیشه؟ پس ما اومدیم چه کار؟ این نبودنمون رو چطور میتونیم تبدیل به بود کنیم و بودمون رو انقدر پررنگ کنیم که وقتی که نیستیم هم مردم با اون خاطرات ما کیف کنن، لذت ببرن، با اون جوکامون، با اون شوخیامون، با اون بگو بخندامون، با همه چیمون. وقتی نباشی بگی فلانی جاش خالی ها، مجلس دیشب بود، مجلس پارسالمون بود، امسال جاش خالیه. این نبودنه چقدر قشنگه و یه سری بودنها چقدر عذاب آوره، چقدر زجر آوره، چقدر طرف بورینگ و کسل کننده میشه. یه داستان از حضرت موسی یادم اومد. برمیگرده به خدا، میگه خدایا اگر تو بنده بودی، انسان بودی، میومدی رو کره زمین چیکار میکردی؟ خدا میگه یا موسی اگر من انسان بودم رو کره زمین زندگی میکردم، دل بچه یتیما رو به دست می آوردم، دست تو سر بچه یتیم میکشیدم و به مردم کمک میکردم، به مردم خدمت میکردم. ببین خدا که خالق انسانه داره 2 تا تکنیک و 2 تا راه درست درمون به ما میگه: کمک کردن به مردم و بچه یتیما رو دریافتن، هوای بچه یتیما رو داشتن. پس ما به همین راحتی میتونیم برای خودمون جا باز کنیم، با کمک کردن به مردم، با لبخند زدن، با اینکه یه خبر احوال از طرف بگیری. کسانی هستن سر صبح شاید بالغ بر 1 سال 2 ساله، یکی از دوستان توی واتساپ به من پیام میده ساعت 5 5:30 صبح، من گوشیمو که روشن میکنم، نتمو میذارم، اول ذهنم و چشمم میره دنبال
پیام ایشون که ببینم پیام داده یا نداده. یه موقعی تعلل میکنه من بهش پیام میدم فلانی کجا بودی خبر منو نگرفتی. ببین نبودنش برای من حس میشه. وقتی که هم هست که پررنگه به من انرژی میده. بعد چقدر قشنگه که انسان بودنشو انقدر پررنگ کنه و شعاع بودنشو انقدر قوی کنه که اون تایمایی هم که نیست بگن جای طرف خالیه. امیدوارم که شما هم از اون دسته آدمایی باشید که همیشه بگن جای فلانی خالیه، کاش فلانی بود، با فلانی استخر رفتن حال میده، با فلانی بریم سینما، بابا مامان بگیم فلانی بیاد خونمون، با فلانی بریم مسافرت، فلانی رو وقتی که آدم خسته بگید فلانی بیاد یه گپ و گفتی با هم داشته باشیم. امیدوارم که همتون از این فلانیا باشید و بودنتون پررنگ باشه، عشق بدید به مردم، زندگی بدید به مردم لبخند بزنید. بعضیا با همین یک لبخند ما روزشون ساخته میشه. با یک بوی عطری که من و تو میزنیم، بوی اتکلون من و تو میتونه تعداد زیادی از آدم‌ها روز اونها رو بسازه. با یک موسیقی که سر صبح گوش میدی حالتو میتونی خوب کنی، حال خودت خوب بشه، حال دور و بریات هم میتونی خوب کنی، که نریم تو فاز افسردگی و غم و غصه و گرونی و آقا اینا رو ولش کن. حال خوب بشه مدارت عوض میشه، زندگی تغییر میکنه، نگاهت عوض میشه و از این تشعشعات نورانی و حال خوبی و انرژی مثبت بقیه هم بهره مند میشن و طرف میاد که حالش خوب بشه کنار تو، میاد از تو انرژی بگیره چون تو وصل به منبع انرژی بالا هستی. امیدوارم که این کلیپ رو میبینی حالت خوب بشه و تونسته باشم که 1% حالتو بهبود ببخشم. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودی. لایک و سابسکرایب یادت نره.